استاد بود. فرخنده شهید راه آزادی است. او معمار آزادیخواهی زن است. او معمار آزادیخواه فرخنده معمار آزادیخواهی زن است. در پایان داستان فاجعه‌بار فرخنده و مردمان اذیت کشیده افغانستان و پیوندان و نزدیکان و زنان و مردان ناترس و روشنفکران افغان و همه آنهایی که در تمام شهرهای افغانستان تجمع آراستند خاموش ننشستند، من صبر و تحمل و همدردی اظهار می‌نمایم. قتل فرخنده یک دختری که مبارز بود، یک دختری که برای سخن حق و برای آزادی حرف میزد و میخواست که زنان دیگر، مردمان دیگر از بند جنگالت رها شوند، نه تنها ما رو با امنیت شوریه بلکه جهانی رو به فرصت آورد. و این یک خدای آغوش، یک سیله وحشیان در روزی روشن دختری را که برای خریدن دفترچه به جاده رفته بود و مسجد رفت و از پدرش همگی $2 گرفت که میخواست دفترچه بخرد و این دختری که در راه علم و در راه معرفت و در راه آزادی قربانی شد. نگذاشت که من خاموشی را اختیار کنم. من برای خودم محکم گرفتم. وقتی که کابل عزیز محکم‌پوش شد، لباس سیاه باور کرد، وقتی که زنان با جسارت کابل واکنش‌های خیلی زیاد نشان دادند، این درد بزرگی بود که من می‌خواستم خیلی جایگاه اون رو در یک تربیتی احساس کرد. فرخنده برای همه زنان رمز آزادی است، رمز مبارزه است و فخر افغانستان است.